يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيعة عند الله اشفعي لنا عند السلام علیکم. شاکری. حالا شما خوشحالی شجاع. سلام علیکم. خوشحالم جنابه خدمات شما نوکر شما یاد دار نوکر آقای دار دستیس آقای دار گشت برم خوی فرد شد خیلی ممکن بذار بیام اون بر خوی فرد شد چیه ما به خدا ذره هم نیست. فکر کن مثلا 15-16 سال 10 سال این مشکل داشته باشی ولی نامتاکان صحبت هیچ جا حرف نزنی، هیچ جا برای خودت دکون باز نکنی. طرف مثلا بچه همسایه مادرش اینا یه مشکلی داره اونو دکون میکنه. متاسفانه ریا خیلی هست ولی اصلیاشون هیچ کدوم لام تا کام حرفی نمیزنن تا رو تخت بیمارستان گرفتار نشن، تا تو خونه تو بستر مریضی گرفتار نشن. هیچکی باورش نمیشه. من تلفنی صحبت کردیم با آقای محمدی با شما صحبت کردم مثلا باورم نمیشد. بودم فکر کنم اشتباه داره میکنه. رضایی را منش سرمون گنده سلامت رنجر مثلا آتش نشانی رو بازی میکرد. باری کلا به این معرفت شیمیایی بوده. باور کن حتی باش قرارداد میبستن نمیگفته مثلا یه همچین مشکلی دارم. باری کلا خلاصه که خیلی زدی جلو آقا رضا، خیلی زدی جلو. آدم حسودیش میشه به شما. دیدم هزار مشکل
دیدم اتفاقا دخترت انقدر شبیه المیرای ما به خدا تو این سن که بود. البته الان ماشاءالله بزرگ و 15 سالش حاج خانوم و خب از ابتدا که ایشونو شناختم در عرصه سینما شناختم، بعد دیدم که چقدر جالب بود که ایشون در واقع قبل از اینکه بازی بسیج رو در پرده نشون بدن خودشون بازیگر واقعی نقش بسیج بودن. حتی آقای نوریزا اولا وقتی که توی فیلم و اینا میدیدم رضا جونو به هیچ وجه تصور نمی‌کردم که مثلا شیمیایی بوده باشه و مجروح جنگ بوده باشه، چون انقدر آقا و بزرگواره، نه جایی اینو خودش مطرح میکنه نه اجازه میده که دوست و آشناها مطرح بکنه. حالا این از آقایی آدمای مثل رضاست، آقای خود رضا و آدمای مثل رضا، و اینجاست که آدم کم میاره توی آدمیتش. بعدم اینکه حالا دوست دارم، البته میدونم تکراریه، شاید توی این چند روزی که بیمارستانه خیلی ازش پرسیدن چون نمیدونستن، بیچاره هم حقی نداشتن، یعنی تقصیری نداشتن. من هم خیلی دوست دارم از زبون خودش بشنوم که کی و تو چه حمله‌ای، کجا، چند سال پیش در واقع این اتفاق میفته. خیلی دارم میخواد از زبون خودش بشنوم. اگه حالشو داری بگی یا دوست نداری فرضش نگو. سال 62 اولین سالی بود که اعزام شدن، 14 سال بود. آخه اصلا کردستان، یعنی داوطلب رفتی اصلا؟ 14 ساله؟ 14 سال بود. شناسنامه رو دستکاری کرده بودم، 16 سالش کرده بودم. بعد رفتیم و تو کردستان سری اول سال 62 مجبور شدم 3 تا گوله خوردم. تو پاهم گوله خورد، یه گوله تو کمرم و موج انفجار گوش شد کمر رو دست راستم و پای راست. بعد دیگه ولی اونجا شیمیایی نشده؟ اومدم تا سال 65 دیگه بهبود پیدا کرده بودم. سال 65 اومدم که کربلای 1 بودم، طرف قلاویزان، اونجا زدن و اونم خیلی فیلمی. من مثلا ریشم بلند بود، باز کوتاه می بود که این جان نره گاز نفوذ نکنه. اونجا فیلم بازی میکردن، دیدیم یکی اونجا نشسته ماسک نداره، پریدیم و اونو بهش ماسک قرارگاهی تو این فیلم. اون شیمیایی نشد؟ اون نشد. و بعد دیگه به مرور شدت داشت.
اکثر این بچه‌هایی که رضا جون شیمیایی‌ان و الان بستری‌ان همین کارو کردن، چون به تعدادشون ماسک بوده دیگه. همشون اومدن مثلا یه بنده خدای دیگه، یه مردم معمولی مثلا اینا رو نجات بدن خودشون شدن. رفیق ما هم اون حاج آقای رجب‌زاده، اونم دقیقاً همینجوری میشه. پشت سرت! اشهد ان لا اله الا الله. دارم میام مهدی. دیگه چیزی نمونه تا دبیرستان بودیم با حمیدرضا فرودی، با هم قرار گذاشتیم. احمد کمالی و یکی از دوستان دیگه گفتیم بچه دارم اعزام میکنم به جبهه. بعد یکی از دوستان گفت به خاطر مثلا آهنگران داره میخونی میکنه به این. گفتم که نه بحث آهنگران نیست، بیا ببین دارن حمله کردن مملکت رو دارن میگیرن. اگه مردی باید بریم دیگه. 1000 تومن برداشتم، صبح زود به برنامه مدرسه رفتیم، سوار اتوبوس شدیم. ما محلتون کجا بود؟ شیرافت.
جایی دوری داشتیم مونتاژ میکردیم، ایشون هم برنامه‌اش آورده اونجا مونتاژ کنه. خب من به خاطر اینکه توی بعضی از فیلم‌ها ایشون رو دیدم موهاشو بلند میکنه، صورتشو میزنه، حالا مثلا تیپای خیلی متفاوتی میگیره، به یک تعبیری کمی دلگیر هم بودم. ولی همونجا توی اون جای دوری که داشتیم مونتاژ میکردیم وقت نماز که شد ایشون اینقدر با صوت قشنگ شروع کرد به نماز خوندن، من یه دفعه تمام ذهنیاتم به هم ریخت. متوجه شدم که الحمدلله ایشون به ذات شایستگی خودشون حفظ کردن، حالا در نقش‌های متنوع فرو میرن و برمیگردن. اونجا به خودم نفرین کردم که ما چقدر سریع در ظاهر و با چه شتاب قضاوت میکنیم در مورد افراد. اینکه وقتی متوجه شدم ایشون کسالت دارن، وظیفه خودم دانستم بیام عرض سلام بکنم، براشون آرزوی توفیق بکنم. ما مدیون همینها هستیم و احساسم این هستش که اگر خداوند چیزی در سفره ما میگذاره، اول دور سر اینا میچرخونه، بعد به ما هم. قبل از اینکه برسیمش بیمارستان تموم کرد. امشب خاکش میکنم. به پدر مادرش خبر دادن؟ پدرش که میدونه اینجا توی آتش نشانی کار میکنه. خانواده‌اش هم رفتن بوشهر. وصیت کرده آبادان خاکش کنن. با این وضع بیبرقی نمیشه شهدا رو زیاد نگه داشت. برای همین نمیتونن صبر کنن تا خانواده‌اش برسن. لباسمو بده. میخوای چیکار کنی؟ میخوام برم ببینمش. ولی همین تو حالت خوب نیست. لباسمو برد و بیار. جان باشه جان خوبی؟ فهمه؟ باید نده چی شدی؟ نبینه افتادی یا بخواه برن سجاده آتش کار کنی خوبی؟ آخری شناسایی رو عمل میکردی؟ خب میذاشتیم ما رفتیم جلوتر منافقه رو میزدیم بعد در میگشتیم ما خانم شنیدیم طاقت می‌آورد آمد. واقعیتش اینه که من اصلا نمیدونستم که امروز قرار بیام اینجا انقدر دوستان اینجا باشن. من فکر می‌کردم نهایتاً ما 7-8 نفریم. برام خیلی جذابه که انقدر ارزشمندن بچه‌ها برای خودشون همشون و اینکه هنوزم همون احساس وجود داره نسبت به خودشون و محبتایی که نشأت گرفته از همون زمانه. آره میدونستم مدام چیزه دیگه سوغات دیگه سوغات بچه هاست بنابراین چیزه آره سوغات خاکریزاست دیگه غبار خاکریزا هنو رو گلو و ریه های بچه ها و بعضی رو موهاشون بعضی تو چشاشون غبار خاکریزاست. به چه جنگ معمولا همه ما بالاخره یک بی‌نصیب نیستیم از ترکشی، موجی، شیمیایی چیزی بی‌نصیب نیست. هیچ کسی رو نمیکنه. این هم یه آرزه کهنه و قدیمی و بازمونده از جنگ تحمیلی و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و اصلا که این هستش که آقا رضا هم توی جبهه عنوان رزمندی توی یکی از مناطق اصلا که آرزه شیمیایی دچارشون شده. یعنی یه عشقی بین ارزت ذره و ارزت رقیه داره میگه نمیدونم چجوریه. الان ما بریم کنار تختش باز شعر بخونم بعد حافظه‌شون خوبه شعری که ما میخونم مثل بچه‌ی مخانه میشه. الان با هم میپاشه روی سب ما هم خود کنترل کردم هم رضا خواستم میگه بگو عم نظر بر روی من کمتر کند بابا که ترسم یاد روی نیلی مادر کند بابا. از آن حائل شدم بین تو و بابا که ترسیدم نظر بر قامت خمگشته خواهر کند.
بابا. زیجان ممنون دیگر کودکانم گر که بگذارن یک امشب را به دامان رقیه سر کنند بابا. دلم تا چند یارم خسته باشد، برای لطف تو تا کی بسته باشد. این تیکه پارچه‌ای بود که از تبرک کربلاست. پای دفتر من بود آوردم که این دومین پارچه‌ای هست که هم پارچه اولی که بالا سر فردوس حاجیان بودم اون پارچه را دادم تو بیمارستان. این پارچه دومی هست که من آوردم خدمت رضا جان که بذاره روی سیمش. ولی من رضا رو نباید اینجوری ببینم، نه من، تمام همکارامو. انشالله به حق فاطمه زهرا رضا هر چه زودتر از مریضی بیاد بیرون. چون صبحم که دکترش برگشت به من گفت، سوالی کردم که دکتر چطور رضا حالش؟ گفت از روز اول خیلی بهتر شده و به مرور زمان حالش بهترتر داره میشه که انشالله هفته دیگه مرخص میشه. این یه خبر خوشی هست که برای همه عزیزانی که نگران حال رضا هست چه این خبر بهش بدم که انشالله دکترش گفته که هفته دیگه سلامتش به دست میاره و از بیمارستان مرخص میشه.